وقتی از قدرت نظامی حرف میزنیم، کمتر کسی به ماشین‌هایی فکر میکنه که نه شلیک میکنن و نه انفجار ایجاد میکنن. اما بدون اونها هیچ ارتشی حتی یک روز هم دوام نمیاره. این ویدیو درباره کامیون‌هایی که ستون فقرات واقعی جنگ‌ها هستن. 1. یورال 1320 رفیق جاده‌های نابود شده. کامیون اورال 1320 یکی از نمادهای واقعی ارتش روسی است. این کامیون برای جاده‌های صاف ساخته نشده. برای جاهایی ساخته شده که اصلاً چیزی به اسم جاده وجود نداره. گل، برف عمیق، باتلاق، شیب‌های کوهستانی. اورال نه زیباست، نه لوکس، اما فوق‌العاده سرسخته. سادگی فنی اون باعث میشه توی شرایط جنگی حتی با امکانات محدود هم قابل تعمیر باشه. 2. مرسدس بنز زتروس، قدرت با نظم آلمانی. در نگاه اول شاید فکر کنی این فقط یک کامیون شیکه. اما زتروس یکی از جدی‌ترین کامیون‌های نظامی جهانه. کابین جلو نیست، پشت محوره. یعنی تعادل بهتر، ایمنی بیشتر و دید مناسب در مسیرهای سخت. ارتش‌ها ازش استفاده می‌کنن چون هم قابل اعتماده، هم برای مأموریت‌های طولانی راننده رو خسته نمی‌کنه. ترکیب مهندسی آلمانی و کاربری نظامی واقعی. 3. تاترا T820 استاد عبور از زمین غیرممکن. کامیون‌های تاترا به یک دلیل معروف شدن: شاسی و تعلیق عجیب ولی نابغه‌وار. T820 طوری طراحی شده که تقریباً روی هر سطحی چسبندگی مناسب داشته باشه. شن روان، سنگلاخ، شیب تند، چرخ‌ها مستقل عمل می‌کنن و همیشه بیشترین تماس با زمین رو دارن. برای ارتش یعنی عبور از مسیرهایی که دشمن فکرش رو هم نمی‌کنه. 4. کاماز تایفون، تا حدی کامیون، تا حدی زره‌پوش. تایفون فقط یک کامیون حمل و نقل نیست. این ماشین برای شرایطی ساخته شده که احتمال کمین، مین و انفجار کنار جاده‌ای وجود داره. کف وی شکل زره تقویت شده و شیشه‌های مقاوم باعث میشه سرنشین‌ها شانس زنده موندن بالاتری داشته باشن. در واقع این کامیون خودش بخشی از میدان نبرده. 5. MAN-HX سری ستون فقرات لوجستیک مدرن. سری MAN-HX در خیلی از ارتش‌های ناتو استفاده میشه. چرا؟ چون قابل تطبیقه. میتونه کانتینر حمل کنه، مهمات برسونه، تریلر بکشه یا حتی پایه سامانه‌های موشکی باشه. این کامیون‌ها اونقدر انعطاف پذیرن که بدونشون سیستم پشتیبانی ارتش‌های مدرن از هم میپاشه. اگه تا اینجای ویدیو متوجه شدی که قدرت واقعی ارتش‌ها بیشتر از اسلحه به لوجستیک وابسته است، لایک یادت نره، چون داریم به غول‌های واقعی نزدیک میشیم. 6. اسکانیا آر سریز میلیتری، قدرت سوئدی بی‌ادعا. اسکانیا سالهاست توی حمل و نقل غیر نظامی پادشاهه، اما نسخه نظامیش داستان جدی‌تری داره. این کامیون‌ها توان کشش بالا دارن، مصرف سوخت منطقی دارن و برای مأموریت‌های سنگین ساخته شدن، از کشیدن تریلرهای زرهی تا پشتیبانی طولانی مدت. اسکانیا انتخاب ارتش‌هاییه که دنبال تعادل بین قدرت و تکنولوژی هن. 7. M912 M937 کارگر خستگی ناپذیر آمریکا. ظاهر ساده، طراحی قدیمی، اما امتحان پس داده در خدمت ارتش آمریکا هستند. نه پیچیدگی الکترونیکی دارن، نه حساسیت زیاد. مزیت اصلی اعتماد. در جنگ اعتماد از هر تکنولوژی مهمتره. 8. آشکاش MTVR همه جا رو میره. MTVR مخصوص تفنگداران دریایی آمریکاست. یعنی باید بتونه از ساحل حرکت کنه، وارد گل و شن بشه و بعد به کوهستان برسه. سیستم تعلیق پیشرفته باعث میشه حتی با بار سنگین کنترل فوق‌العاده‌ای داشته باشه. این کامیون برای مأموریت‌های سریع و سخت ساخته شده. 9. آشکاش همتیتی همه چیز بر واقعی. همتیتی یکی از ستون‌های اصلی لوجستیک آمریکاست. 8 تا چرخ، شاسی فوق‌السنگین و نقش‌های متنوع. تانکر سوخت، مهمات بر، پشتیبانی مستقیم از تانک‌ها. وقتی این کامیون‌ها حرکت می‌کنن، پشتشون یک ارتش کامل راه افتاده. 10 N1077 کشنده تانک‌ها و میرسیم به رتبه اول. M1077 کامیونی که مأموریتش کشیدن تانک هاست.
تانک ها برای جنگ ساخته شدن، نه برای پیمایش صدها کیلومتر. اینجاست که هتون وارد میشه. این کامیون تانک های چند ده تنی رو روی تریلر میذاره و سالم به خط مقدم میرسونه. بدون اون جابجایی زره‌پوش ها کند، پرهزینه و خطرناکه. شاید این کامیون ها مثل تانک ها ترسناک نباشن یا مثل موشک ها خبرساز نشن، اما واقعیت اینه که جنگ ها با لجستیک برده میشن. سوخت، مهمات، غذا، نیرو، همه چیز روی همین غول‌های چند چرخ جابجا میشه. اینها قهرمان‌های پشت صحنه‌ان، بی سر و صدا اما حیاتی. اگه این ویدیو باعث شد نگاهت به قدرت نظامی عوض بشه، حتما کانال تاپ اکس رو سابسکرایب